سلام به همه شنوندگان عزیز. امروز یک مهمون خیلی خاص داریم، یک قهرمان افسانه، یک مرد در سایه، بتمن علی. تشویقش کنیم. سلام، ممنون که دعوتم کردی. بتمن علی جان، چی شد که به ایران اومدی؟ راستش شنیدم که اینجا جرم و جنایت زیاده، گفتم بیام یه سر سامونی بدم. ولی چی؟ ولی از همون فرودگاه گیر کردم. اول که گفتن با این ماست و شنل نمیتونم وارد شم، گفتم من بتمنم. گفتن کارت ملی داری؟ عجب. بعدش چیکار کردی؟ مجبور شدم تو صفحه چند ساعت وایسا تا یک کارت موقت بگیرم. بعدش ماشین رو نذاشتن بیارن؟ بتموبیلو میگی؟ آره، باید بری تو در ترافیک مجوز بگیری. حالا از اینا که بگذریم، حالا اومدی ایران با کی مبارزه کنی؟ جوکر؟ پنگوئن؟ کی؟ داداش، ما هنوز نتونستم یه خونه اجاره کنم. صاحبخونه میگه مجردی نمیدیم. بابا تو بتمنی یعنی چی خود؟ عجب. تازه رفتم نون بگیرم، اونم صف داشت. 200 اونجا وایستادم. آره دیگه، ایرانه دیگه، مجبور عادت کنی. باید عادت کنی. آره، ولی یه چیز خوب یاد گرفتم. چی رو خوب یاد گرفتی؟ چونه زدن رو. رفتم یه مغازه، گفتم این گچت چند؟ گفت 2 میلیون. گفتم نمیخوام. گفت بیا 1.5. گفتم خیلی زیاده. گفت بیا. بعدش 50% تخفیف گرفتمش اومدم. آره دیگه، آخرش هم ایرانی شدی دیگه، نمیتونی کاریش کنی. آره دیگه، فقط یکی من بگی این همه موتوری از کجا میاد؟ این یه راز ملیه، نمیتونیم مطرحش کنیم. ممنون دوستان که با ما همراه بودین تا اینجا و امیدوارم روز خوبی داشته باشید.